با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. اکریدیتاسیای خبرنگاران رادیوی آزادی را وزارت کارهای خارجی بازپس داد. حکومت امامعلی رحمان با مردگان می جنگد. دو شهر در ولایت سوخت میلیاردر شده اند. امامعلی رحمان پیامش به پارلمان را 22 دکبر ارائه خواهد کرد. 6 خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد، امرالدین عالم، شادمان یتیم، مردان محمد، عبدالله اشورا و محمد وفا رضازاده که روز 25 نوامبر وزارت کارهای خارجی تاجیکستان مجوز آنها را به طور موقتی قطع کرده بود، بعد برقرار شدن اکریدیتاسی‌ها دوباره به کار برگشتند. یادآور می‌شویم که سنه 26 نوامبر سال جاری وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اکریدیتاسیای این 6 خبرنگاران خدمات بخش تاجیکی رادیوی آزادی را بیکار کرده بود. در این باره در حال بخش انگلیسی سایت آزادی گزارش نشر نموده سبب بیکار کردن اکریدیتاسیای خبرنگارانش را پخش خبر در سایت رادیوی آزادی درباره صاحب منصب شدن رخشانه رحمان و دختر پرزیدنت امامعلی رحمان دانسته بود. مورد به ذکر است که سنه 25 نوامبر در رسانه ها با تکیه بر جدول ساختاری وزارت کارهای خارجی از سایت این وزارت خبر نشر شده بود که رخشانه رحمان و دختر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان معاون سردار ریاست سازمان های بین المللی وزارت امور خارجی تاجیکستان تعیین شده است. قمرینیسا جبارو و همسر شهید عمرعلی قوتوف بنیادگذار و رهبر سابق گروه 24 به پیامنت گفت که قبر عزت الله قوتوف پدر شوهرش را افراد هنوز نامعلوم به گونه خیلی دهشت‌آور ویران و بلنگار کردند. طبق گفته او این حادثه غیر انسانی 4 دکبر سال روان رخ داده است. عزت الله قوتوف 40 سال مقدم سال 1977 وفات کرده و در قبرستان موضعی بازی 3 شهر دوشنبه به خاک سپریده شده است که اکنون سنگ یادمان سر قبر او را شکسته اند و درختی را که در قریبی های قبر بوده است ریشه‌کن و به کام آتش داده اند. حالا قبر مرحوم در حال حزن‌آور قرار داشته به خشم بر حق پیوندانش مبدل گشته است. در این قصال که 40 سال شد پدر شوهر ما از دنیا گذشتگی، یگان کس سنگ مزار او را نمیشکست، مزارش نمیسوزاند. امروز بعد مرگ شوهر ما آزیرم و آرام شدگی هستند. حتی وحشیانه شوهر ما را در چشم ما و پسرای ما کشتند، مرا در بدر کردند. قطعی 6 فرزندم. این معنای چی را داره؟ میدونه که شوهر ما گذشتگی است. ای همین را میفهمونه که این یک ضربه نسبتی ما و عائله ما و نزدیکای شوهر ما که ببینین که عاقبت مخالفین چیه. این همین کار دست دشمنای شوهر ما. هیچ کس یگان آدم مسلمان این کار نمیکنه. یگان آدمی که ایمان داره، حتی که مسلمان آدم ایمان داشتگی وجدان داشتگی، وقتی که نزدیکی مزار قطعی میگذاری حتی او شکستن و سوزاندن او طرف بسته دلی آدم وهم میکنه که بس یگان ناحرمتی نکنم، بس یگان کاری ناسزا نکنم. دعا کرده میگذره که نسبت اوراها نارنجی نشوه یا که خداوند در غضب نگیره مرا. گفته این هیچ یگان آدمی نمیکنه که ایرا. ما باوری دارم که 100% می سگای امو امنیتی هستن که این کار میکنن. سنگ شکستیان در بالای قبر، بالای سرش درخت ارچه سبز شناندگی بودن، او را درگیراندیان. قبر سری ما گردش محکم بود. سنگ که او را شکستنش آسان نیست. دیدین که چه میده کدیان. موافق این نمیدانم یا مردمی بیچاره بیگناه موافق قانون باید در پیش قانون به جوابگری کشیده شود یا نمیدونم قانون جنای آدم هم میکشن، دزدی هم میکنن. تمامی ماده های سرقانون جمهوری تاجیکستان پایمال میکنن. بنا به قانون‌های جاری تاجیکستان برای تحقیر قبر گذشتگان جزاهای گوناگون معین گردیده است.
قانون جنایی کشور برای این عمل جریمه و یا از 3 سال تا 5 سالی از آزادی محروم کردن را پیش بینی می نماید. اما در گمان است که مقامات انتظامی تاجیکستان ویرانکاران قبر عزت الله قوتوف را پیدا و در نزد قانون جوابگر بسازند. امسال در ولایت سوغ 2 شهر همچون شهری صنعتی میلیاردر به قید گرفته شده اند. اینها شهری گلستان که از جانب کارگاه‌های صنعتی آن در دوام 11 ماه به مبلغ 1.9 میلیارد و شهری پنجکن که به اندازه 1.1 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال شده است می باشند. در این باره امید خاور خبر نشر کرده است. با اطلاع منبع در 11 ماه سال روان به صنعتچیان ولایت سوغد میسر گردید که استحصال محصولات صنعتی را به 6.2 میلیارد سومانی رسانند. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال قبلی 2 میلیارد سومانی زیاد بوده با نرخ‌های عمل کننده به 147.5% و با نظر داشت ایندکس نرخ‌ها به 139.1% برابر می باشد. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان پیام سالانه اش را به پارلمان کشور 22 دکبر ارائه خواهد کرد. در پیام سالانه اش رئیس جمهور سمت‌های اساسی سیاست خارجی و داخلی و رشد اجتماعی و اقتصادی کشور را برای 1 سال آینده معین می‌کند. قبلا تا سال 2014 پیام رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان ماه اپریل ارائه می‌شد، زیرا سال مالیوی همان ماه آغاز می‌شد. اما سر از سال 2014 سال مالیوی در تاجیکستان از ماه ینور آغاز می شود. سبب این سال از ماه ینور به دکبر گذرانیدن پیام رئیس جمهور هنوز رسما شرح داده نشده است. قبلا 2-3 ماه پیشتر از ارائه پیام رئیس جمهور مطبوعات کشور به بررسی و پیشبینی های مسائل اساسی آن می پرداخت. اما بنابر یک نوا بودن همه پیام های امامعلی رحمان سال از سال توجه مطبوعات و جامعه به آن کمتر می شود. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. سازمان ملل متحد نسبت به 41 سرباز صلح‌پرور خود برای دست داشتنشان در عملهای زورآوری و تجاوز در جمهوری آفریقای مرکزی پرونده جنایی باز نمود. تفتیشات قضیه را این سازمان هنوز ماه اپریل سال روان آغاز کرد که آن 4 ماه ادامه یافت. در دایره این تفتیشات 25 حالت تجاوز زنان و دختران جمهوری آفریقای مرکزی از سوی سربازان صلح‌پرور که شهروندان بروندی و گابون میباشند آشکار کرده شده است. در این مدت فکر 139 نفر قربانی عملهای شهوانی سربازان صلح‌پروران سازمان ملل متحد شنیده شد که 25 نفر آنها را دختران نابالغ تشکیل می‌دهد. در کنست پارلمان اسرائیل لایحه قانون بررسی شد که اگر آن به تصویب نهایی برسد طبق آن یک چند زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری اردن از جانب رژیم اشغالگر صهیونیستی تصرف می‌شود. بر اساس این لایحه 330 ساکنان شهرک صهیونیستی امونا که در سرزمین‌های فلسطینی واقع شده است به شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن منتقل می‌شود. شرکت‌های مایکروسافت، فیسبوک، توییتر و یوتیوب بازه یگانه را تأسیس می‌دهند که پیگیری و مسدود کردن معلومات مربوط به تروریسم را در اینترنت آسان می‌کند. در مطلب مطبوعاتی فیسبوک نیوز روم گفته می شود قبل از همه نوار ویدیویی در نظر است که تروریست ها با پخش آنها طرفدارهای نو را به صف خود جلب می کنند. برای آشکار کردن این گونه نوارها تکنولوژی را به کار می برند که محتوای مواد را تحلیل می کند. به این سیستم شناختن نوارهای ممنوع را یاد می دهند و به حیث نمونه نوارهای تروریستی موجود در اینترنت را پیشنهاد می کنند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش‌های نوبتی خیر، خدا یار و مددگار شما.